السلام علیکم حاجی محترم. من یک مخلصی دائمی شما از شما خواهش و التماس دارم با این سوال من جواب پره گردانید. اگر جوان با دست خودش را حرام کند، یعنی شهوتش را پس کند، حکم آن در نزد اسلام چیست؟ و در آخر در حق جوانان دعای خیر کنید. خدای مهربان این جوانای ما را پروردگار از همه کارهای ناشایان دور گردانه و خداوند توفیق و هدایتشان بازم مستحکم تر گرداند. دادرای عزیز، اگر گفتی مجتهدهای ما و شما، فقیهای ما و شما خوف زنا باشد، این حالت در دوستای خدا رخصت دادند. شما در جای هستین که گویم فقط همکارای تو، همنشینای تو فقط زنن، یعنی تو خودت هیچ دیگر داشته نمیتونه. این حالت اگر انسان با دست خودش شهوتش که قطع کند، این رخصت دادند. ولی اگه بیهوده و بهوده انسان اگر به دستش خود شهوتش پس گرفتن که کرد، اینا در پیشگاه خدا همچون گویم که جوابگر هستین شما. کسی که اگر فرج خودش محافظت نمی کند، در زیر تفسیر سوره مؤمنون اونم از جمله بنده های گناهگار هستند. برای این کار در شما چنگ نزنین. پیامبر گرامی بسیاری از کسانی که امروز امکانیت روزه گرفتن دارد، به روزه گرفتن دلالت کردند. اگر شما گفتن استطاعت زن گرفتن ندارین، شما روزه گیرین تا شهوتهای شما را خداوند شکند و از بین نابود کند. و اگر خوف زنا باشد، این حالت در رخصت شامل است. خوف زنا را فهمین دادرها. السلام علیکم. درود به شما برادر عزیز حاجی میرزا. یکم، مسلمان اگر قبر مردم روس را کند، این درست است؟ اگر به اجاره باشد درست است. مثال یک انسان میاد روس است، دینش نصرانی است، بعد از آن برای ما تو میگه که 100 سامانی میتونی نمی قبر بکن، کندنش درست است؟ با که نداره. بگی سوم 100 سوم تا 50 سوم تا شرطنامه کنین، قبر شکنین، درست است. خب دویم، فرزند بالای پدر و مادر چه حق دارد؟ فرزند البته بالای پدر و مادر حقهای این است که فرزند خط نکند، فرزند نام خوب گذارد، فرزند پیش یک اهل علم برده تعلیم کند، فرزند از تا سن بلاغتش از لباس و از نفقه تامین کند، فرزند تربیه نیک کند. همه اینا حقهای پدر و مادر هستند. اگر زمین گفتگی های ما یک رعایت نشود یا اجرا نکنیم، همون پدر و مادرم پیشگاه خدا به خاطر حق فرزند اجرا نکردن، همچو آدم گناهگار به حساب می رود. خب سیوم، برای چی حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم را جادو کردند؟ التماس جواب خوب دهید. برای چی پیامبر گرامی را جادو کردند؟ اکو این برای چی ندارد دادر عزیز. لبید ابن اعصم که حضرت عایشه مادرمون میگد مویهای پیامبر وقتی که شانه میکرد، مویهای او را گرفت و از مویهای همون همراه جادوگرها رسول اکرم را جادو کردند. و این جادو در جسد مبارک تأثیر کرد تا زمانی که قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس که نازل شد، پیامبر گرامی که این خواندند، همه همون سختی ها و همه همون گویم که جادویی که در جسم حضرت بود، همش نابود شدند. این در تقدیر پیامبر من بوده است که او جادو می شود. هر یک انسان مقدرات دارد، تقدیر دارد. در تقدیر چیزی که باشه میبینی. برای همین دادر عزیز، این هم یک حکمت دیگرش همین است که یک مهربانی خدا است که خداوند برای ما معوذتین داد، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس داد، که امتای پیامبر دائم خوانین، اینها را در دستاتون دمین، در تمام بدنتون مالین، تا که از این جنایتکارها، از این پلیدها، از این افلاس هایی که نام اونا جادوگر و فالبینن، شما نجات یابید. بسیاری جوانای ما بیچاره در جادوها زدگی‌اند. امروز خدا برکت یاد بسیاری برادرایی که رقیه خوان داریم میروان از همون جنها خلاصشون میگردانند با قدرت الهی. انامونا بسیارشون موردی انامون جادو قرار دادن. امروز کاش که همین
حکومت ما هم یک قانونی میبرد که همین جادوگرا را نابود میکرد. اینا بسیار ضرر کلان دارن برادرای عزیز، به نام خدا بسیار ضرر کلان دارن. تصور کن که یک بچه را وقتی میبندن، گویه میبندن در یک خانه، نه در دو خانه، هم خانه زن هم خانه مرد، هم خیش و توار، یک مصیبت کلان است. چی دهشتایی است کی میکنه؟ یک انسان. این خیلی بدبخت ها هم زیاد داره. برای همین شما دائم قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس خوانین، آیت الکرسی را خوانین، بدناتون مالین تا از شر اینا شما ضررشون به شما نرسد. خب السلام علیکم داملای عزیز مهربان. داملای عزیز، درباره همون شخصانی که روز جمعه سحر بر وقت آمده در صفها با مانند تسبیح، جای نماز یا اینکه تاقی مانده جایها را اشغال کرده و پس از پی کارهای دنیایی شده بعد به سر شدن امر معروف می آیند، این مانع چندین آدمای رهدوری می شود در بین مردم خانه تا اینکه عبرت شود. با احترام مخلصان دائمی شما از ناحیه های دور. خب دوم، داملای عزیز، برای جوانان امروزه یک جمعه را بخشید که جوانان حاضرات چگونه باشند. التماس چندین بار شد که سوال میدهم اما جواب را نمیگیرم. خدا خواهد دادر از من درباره جوانایی که امروز باید چگونه جوان داشته باشیم، من انشاءالله یک جمعه را میبخشم. و دیگر اینکه بعضی هایی که آمده تاقی و سله و تسبیح و یا چیزی که ندارن میگذارن خودشون برآمده رفتن میگیرن، شما حق دارین که تاقی داره، سله داره، بله و تریزه دمون همونجا شیطان بگیر، تو حق داری. و جای اون نیست، مسجد جای نداره. برای مسجد کسی جای مخصوص گردانده هم نمیتونه. حتی در یک جای دائم نشستن هم این ترک سنت ای خودش. برای همین است که فرضا را میخوانیم ببینین هر که پریشان میشد هر طرف برای سنت خواندن، به خاطری که بیشتر در بسیار جایهای دیگری مسجد چینی که هر یک جای نشستی تو شاهدی برای حق بودن تو در پیشگاه خدا میتید. برای همین هم تسبیح داره، سله داره، چیزی داره، بله وقت ریزه دمانو شیشتن بگی بی پروا. این هم نادرسته. بله دادر عزیز. خب السلام علیکم حضرت محترم، شما رو خیلی دوست می‌دارم، از شما خوشنود هستم، چونین پیشوا داریم. یک سوالی داریم، از ترس خدا جواب بگویید. فالبین ها پول مردم را میخورند، مردم را میگویند که ما علم غیب را میدانیم، خدا شما را نگه دارد. التماس داملا روشن جواب گویید. من جمعه گذشته درباره فالبین ها گپ زده بودم. شما اگر میتونین که همون جمعه گذشته را شما دریافت کنین، همونجا ما درباره فالبین ها و جادوگرها معلومات دادگی هستیم. ولی پول شما را که میخورن، شما را خدا عقل داده است. ما ده ها بار گفتیم، باز تاکید کردیم که در دهنمون خف نمان. شما هم عاقلانه رفتار کنین. شما هم پیش رای همون دختر تا بچه تا زن تا بگیر، خانه فالبین و جادوگر نروه. همه آن چی بود من جمعه گذشته گفتم. شما میتونین همون جمعه دا مراجعت کنین، از همونجا البته جوابهاش میگیرین. خب بابای حاجی، در محله ما نماز شام را میخوانند، اگر نانخوری دعوت شوند میروند و دیگر نمی آیند. نماز اینها قبول هست؟ در آخر در حق ما دعا کنید. ولی نمازشون قبول است ولی ثواب مسجد نمیگیرند. ولی نانخوری که رفتی آخرام را به خاطر خدا و به خاطر دین و به خاطر مسجد گفتند. رفتی نان مردک خوردی با گشته بیا. در بسیار جاز همه عادت همه که مثال در نانخوری ها اهل مسجد میگن، آخه به خاطر مسجد میگن تون. برای چی باید با مسجد پشتی سر میزنی؟ رفتی نماز تا که نان تا که خوردی با به سوی خدا شکرگزار بشو که تو اهل مسجدی و یک دو جودا فیرادت میکنن، مقصد یک دانک نان تا میخری. برای همین با گشته بیا در همین مسجد نماز خفتن تا بخوان. پیامبر گرامی در حدیث مبارک گفتند لو تعلمون ما فی العتمه والصبح لاتوهما ولو حبوا.
اگر شما بنده های خدا دانین که در نماز جماعت صبح یعنی بامداد و در نماز جماعت خفتن چه مقدار ثواب وجود دارد، اگر پایهای شما از زانو نباشد شما خودتان کشالکنان با مسجد می آیید. اگر شما دانین که در نماز خفتن و در نماز بامداد چه مقدار ثواب وجود دارد. برای همین البته نادرست است آدم گناهکار می شود وقتی که رعایت نمی کنه. اینجا یک دو سوال مرا داده بودن، حاضر بسیار ضرور گفتن جواب گوید که من اگر یا بموش جواب میگم، نیفتم دادر عزیز خدا خواهد جمعه آینده جوابش برای شما میگویم. بهترین چیز بخر یک 500 سومان در یک سهمیش بخر یار در دستکش بتی، اینا بهترین. او خیرس پلنگی تر چیکارش میکنه؟ اینا درست است دادر از دخرین این چیزها را. یک کتابش بخر، یک قرآنش بخر، یک قالینش بیار. دویم رسول الله را کی جنازه کرد؟ رسول الله را کسی جنازه نکرد از دادر عزیز. رسول الله را 10 نفر در آمده از خرد و کلان، از زن و مرد، هر کس جنازه میخواند و میبرامد میرفت. اینتا مخصوص امام ندارد، وای خودش امام بودن. کسی بالای رسول اکرم جنازه خواند، هر کس مردم میآیند 10 کس میدرآیند، هر کس جنازه خودش به خودش میخواند و برآمده میرود. سیوم خب آیا رسول الله 63 سال پره عمر دیدن یا یگان ماه و روز هم شده است؟ بله حیات پیامبر گرامی 63 سال بودند، ولی ماه نه بلکه 4 روز دیگه زم. 63 سال و 4 روز حیات دیدگی. همگی حیات پیامبر 63 سال و 4 روز. این خبری صحیح هست برادر عزیز، همین است. خب 11 هجری بوده، گویم از حیات گذشتنشون 11 هجری بود، 12 ماه ربیع الاول بود، وقتی چاشت بود، وقتی گرمی روز بود که حضرت از حیات گذشتن. چهارم خب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را کیها شستند؟ حضرت علی شستند رضی الله عنه، حضرت عباس با همراهی فرزنداش شستند و 2 تا غلام دیگرش. 2 غلام دیگرم که غلام‌های آزاد شده پیامبر گرامی بودند. یکتاش والله به نام والله الان با معنای شکران بود، همین خیلی نام داشت. 2 غلام داشتند. 2 غلام همراه حضرت علی، حضرت عباس و 2 فرزند عباس. حساب کنیم 3 4 6 نفر پیامبر گرامی را شستند. شما ببینید که یک انسانی که بهترین موجودات و مخلوقات اینقدر عادی و خاکسار بودن که غلام‌های آزاده میشه، غلام آزاد شده میشوش، جدا نمیکند، آدم جدا نمیکند. خب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را کی در قبر گذاشت؟ خدا نگه داره. این خب حضرت علی و حضرت عباس جناب رسول اکرم در قبر گذاشتگی. مایلش این معلومات خوبه، خیلی در ذهنتان باشد نغزه. کیها شستن؟ حضرت علی، حضرت عباس همراه فرزنداش، 2 غلام آزاد شدهش. کیها در قبر ماندن؟ حضرت علی و حضرت عباس در قبر گذاشتنش. جنازش کسی نخوانده است. هر کس 10 نفر می شدن، می آمدن به خودشون، هر کس نیت میکرد میخواند بر آمدن میرفت. برادرای ما از بسیار رای دور آمدند، از ریگر آمدن، حاضر خواهش کردن که همین سوال های ما را جواب گردانید. خداوند قدم های همه شما در حسنات نویسد و خدای مهربان این نماز جمعه را از همه شما قبول گرداند و برادرایی که برای ما سوال ارسال کردند و فهمیش برای باقی مانده ها شد، خدا در هر یک کلمه این سوال برای این بندگانت اجر و پاداش نصیب بگردان
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب.